منصوبین وزارت امر بالمعروف طی هفته جاری به 124 قضیه مرتبط به حقوق شرعی زنان رسیدگی نمودند. از این میان از 66 مورد ظلم جلوگیری به عمل آمده، 14 قضیه میراث زنان بررسی گردیده، از 10 مورد نکاح اجباری جلوگیری شده، 13 مورد مهریه اعاده شده، به 11 قضیه نفقه رسیدگی صورت گرفته، زمینه 4 مورد نکاح شرعی فراهم گردیده و به 6 قضیه طلاق نیز رسیدگی لازم انجام شده است. محتسبین وزارت امر بالمعروف با همکاری علمای دین و بزرگان قومی طی این هفته موفق شدند 11 مورد دشمنی و 49 مورد منازعات بزرگ و کوچک میان اقوام و خانواده ها را در مرکز و شماری از ولایات کشور بر اساس اصول شرعی به گونه رسمی حل و فصل نمایند. در راستای صیانت از ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از ترویج اعمال مغایر با شریعت، منصوبین وزارت امر بالمعروف طی هفته جاری 8 تن از جادوگران را از ولایت‌های دایکندی، فاریاب، جوزجان، بغلان، کابل، بلخ و ننگرهار بازداشت کردند. به منظور جلوگیری از احتکار، تقلب در وزن و تامین رعایت اصول شرعی در معاملات، منصوبین وزارت امر بالمعروف طی هفته جاری 167 نشست اصلاحی و هماهنگی را با تاجران و کسبکاران در ولایات مختلف کشور برگزار کردند. همچنین در همین مدت صدها کیلوگرم مواد خوراکی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته از بازارها جمع‌آوری و از بین برده شد. و خبر اخیر این که منصوبین وزارت امر بالمعروف در راستای اقامه معروفات، جلوگیری از منکرات و مبارزه با رسوم و رواج‌های ناپسند طی هفته جاری نزدیک به 500 نشست اصلاحی و آگاهی دهی را با علمای دین، بزرگان قومی، جوانان و سایر اقشار جامعه در سراسر کشور برگزار نمودند. مولاي صل وسلم دائما